به 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 به. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ خانوما، آقایون، برادرها، خواهرها، برارا، خاخورا، ریکاها، کیجاها، اندگتی بچه چتی هستی؟ آپاریکلا ما اومدیم این دفعه که بمونیم. هفته یه بار جمعه ها، حالا یه خورده بالا پایین این ور اون ور، با دور جدید رادیو پیک در خدمت شما هستیم. خبر میدیم بهتون، تحلیل میکنیم، خاطره تعریف میکنیم، آهنگ میذاریم، میگیم، میخندیم، درد دل میکنیم، آب حوض میکشیم، برف بارو. ببخشید منظورم اینه که همه رقمه در خدمتیم. با ما باشید. هر امری، فرمایشی، نکته‌ای، پیشنهادی، ترانه‌ای، خلاصه هر چی که بود برامون بفرستید. رادیو پیک بدون شما لطفی نداره. اینو که میگم دیدم یه چیزی دیدم که میگم. دیدم یه چیزی دیدم که میگم با تو توی حال دیدم. آقا بعد 20 شماره رادیو پیک ویژه انتخابات بالاخره این نمایش به پایان رسید و شیخ فرید دوباره بر بستر ریاست جمهوری بستری شد. قبلش همونطور که شنیدید کلی دست همدیگه رو کردن، یعنی به طور جمعی ثابت کردن که عجب دزدبازاری این مملکت. بعد انتخابات هم کلی حرف و حدیث پیش اومد که آقا چی شد، اینطوری شد، اونجوری شد، اونجوری شد، رئیسی کجا رفت، روحانی رو کی میخواست. حالا ما هم این وسط گفتیم آقا مقام عظمای ولایت زورش نرسید که کاندیداش رو از صندوق بکشه بیرون. حالا شما هم هر فرمایشی داری، هر نظری داری، هر نکته‌ای داری متینه. اصلا چرا اینجا وایسیم؟ شیخ حسن تو گفتی به دین مردم کار نداشته باشیم. اعدام چیه؟ زندان چیه؟ آزادیه؟ بذار ملت شاد باشن. ما هم حرفمون همینه. معطل نکن، رد کن بیاد. باش حسن رد کن بیاد، ملت حقش رو میخواد. باش حسن رد کن بیاد، ملت حقش رو میخواد. بگو برنامه‌ت سیز است برای این زندانیا. منظورم ایران است نه مادرید اسپانیا. کی میای لغو بکنی این همه حکم اعدامه؟ کی مخوای درو کنی نتیجه های برجامه؟ برای جورخوابا کی خانه مهیا کنی؟ برای بیکارا کار از کجا پیدا کنی؟ از حقوقای نجومی هنوزم خبر داری؟ حجاب اجباری را کلن متانی برداری؟ باش حسن رد کن بیاد، ملت حقش رو میخواد. باش حسن رد کن بیاد، ملت حقش رو میخواد. حالا این وسط یه عدم هستن که معلوم نیست با خودشون چندن. میگن آقا این مش حسن رو اینقدر فشار ندید، این تازه کاره، اینجور هم نیستش که نخواد، بذار حالا 4 سال بگذره شاید فرجی شد. بعد مطالبه خوبه، طلبکاری نکنید. مطالبه از باب مفاعله است و استفعل یستفعل و استفعال و از این حرفا. نه دیگه اومدی و نسازی. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیریا نیست. اون که خربوزه رو میخوره باید پا لرزش هم بشینه. اصلا این شیخ فری وقتی خرش از پل گذشت یه چیزی شده تو مایه‌های شل زرد. تا مقام عظما رو میبینه شل میشه، تا مچشو میگیرن زرد میشه. اونجاست که باید با دارچین رو پیشونیش نوشت الا برکت الله. بدون این فریقاتی داره با دل تو تلپاتی. تو کوچه دل با پسا نرو با عبای شکلاتی. وای چقدر پکری تو، حالا نظامو به کجا میبری تو؟ بی خیال سوریه بشو، بیا سر خرا ایمری کن. شیخ فری تو اولین نشست خبریش آب پاکی رو روی دست همه ریخت و گفت آقا هر چی گفتم و هر چی وعده دادم و هر کاری کردم و نکردم همش پای مقام عظما. یعنی آقا من کاری نیستم، هر کی هر حرفی داره بره به خود عظما بگه. ما اگر در زمینه هسته‌ای توانستیم موفق شیم، همه مردم ما پشت سر رهبری جمع شدن، یک انسجام ملی و اجماع ملی درست شد برای اینکه سایر حقوق ملت رو هم پاس بداریم. راهش همون انسجام ملی و اجماع همه قوای داخل کشور پشت سر رهبری است که انشالله این راه رو ادامه خواهیم داد. بله من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستین مال کتم بود، کتم مال عظما بود. عظما باید برقصه، از دلواپس نترسه. سوالای خبرنگارا هم که دیگه نگو، مینیاتوری، سیاسی، اصلا یه وضعی. فقط مونده بود بپرسن 2 به علاوه 3 چند میشه.
بابا نکنید این کارا رو. اصلا چه معنی داره از رئیس جمهور مطالبه کنی؟ بابا خیلی چیزا دست رئیس جمهور نیست. دیگه رئیس جمهور رو سیاسی نکنید. رئیس جمهور رو نگه دارید برای همه. مثلا سوال میخوای بپرسی از رئیس جمهور، باید بیای تو نشست خبری بگی آقای رئیس جمهور ببخشید خورشت کرفس رو چطوری درست میکنن؟ اونم همچین با افتخار بگه کاری نداره عزیزم، پیازو داغ میکنن، فلفل زردچوبه میزنن، گوشتم تف میدی، کرفسا رو میریزی سطل آشغال، قرمه سبزی رو بار میذاری، تمام. و بدین صورت اگه بخوام کل این نشست خبری رو براتون خلاصه کنم، این میشه که تو سوریه هستیم دیگه، زنان خب هستن دیگه، هنر باشه دیگه، کاری نداری برید دیگه، دیگه و دیگه، دیگه و دیگه. یه خارجی از یه هموطنی پرسیده بود که آقا من تو یوتیوب دیدم یه عده تو خیابونای ایران میرقصیدن، داستان چیه؟ بعد این دوستمون گفته بود هیچی آقا، یه قاتلی که هزار نفر رو کشته قرار بود رئیس جمهور بشه، حالا نشده، اونا هم دارن میزنن و میرقصن. بعد خارجی برگشته گفته وات؟ قاتله چی شد این وسط؟ چرا قبلش به پلیس زنگ نزدن؟ پلیس 110 اینجا این دوست هموطنمون با یه حرکت پارکوری از صحنه گریخت تا کارش به پلیس و گشت ارشاد و فتا و متا و محسوس و نامحسوس نکشه. هیچی دیگه. خارجی هم که این صحنه رو دیده برگشته گفته مگه داریم این همه عزیز سر از جون، مگه داریم حال هیچی و به جز حال همین حال نداریم، آره خوب و سر همه جای دنیا برای رسیدن به رفاه بیشتر رأی میدن. یه عده‌ام تو این انتخابات رأی دادن که شیب بدبختیاشون کمتر بشه. حالا یه انتخابات هم بود مال زمان احمدی نژاد که اول نتایج رو اعلام میکردن بعد رأی‌ها رو میشمردن. آقا اون که دیگه اصلا اند هیجان بود. این وسط آیت الله جنتی هم به نکته اشاره کردن که بسیار حائز اهمیت بود، به خصوص برای رادیو پیک. اونجایی که اظهار لحیه فرمودن که سلامت انتخابات رو تایید میکنم، اما تخلفات انتخاباتی بسیار چشمگیر بود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را. این چه انتخابات سلامتیه که تخلفاتش چشمگیر بوده؟ دیگه چیزیه که خود نمیرالدوله باید بیاد جواب بده. نظام که نیست، همش مشنگیانه هسته. در همین رابطه میشه به چند نکته مهم دیگه هم اشاره کرد. تو نظام رأفت اسلامی هست، اما 38 ساله فقط اعدام کردن و زبون بریدن. همه مسئولین نظام پاک دستن، منتها اختلاس تو نظام نهادین است. ما میخوایم مملکت رو حفظ کنیم، اما با آزادی نمیشه. ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را، باد میدهد. مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، ای مقوا ای مظهر علم، ای دو سر دسته هرچه بی شرف، ای مقوا ای مظهر علم. جنتی لعنتی در ادامه دیده خیلی سه شد، یعنی اومده حرف بزنه ملق زده. این بود که اومد یه جوری قضیه رو خلاصه راست و ریز کنه. برگشت گفت کسانی که در این قضایا تخلفات بزرگ کردن از گناهانشون توبه کنن، زیرا حق الناس گریبانشان را میگیرد. یعنی دیده هر کی به ولایت فقیه التزام داره تو کار قتل و غارته، کل ملت ایران هم که محاربن، از اندونزی هم که نمیتونه نفر بیاره، پس تنها راه حل اینه که همینا بیان توبه کنن. توبه کردم که دیگر می نخورم در همه عمر، بجز از امشب و فردا شب و شب. آقا چه خبر از حجت الاعدام رئیسی؟ بابا امید عظما بود این که اومده بود با پروپاگانی بزنه ببره، اما بد جوری جاش مونداره. همه داماد دارن، علم الهدی هم آنگوزمان داره. حالا طرف مونده بره مشهد کنسرت تتلو رو بذاره، یا کتاب از تولیت تا تتلیت رو بنویسه، یا بره در دکونش تو آستان قدس وایس نبات و پارچه سبز و اینا رو بفروشه. شاید هم میخواد بره با این قالیباف یه شراکتی لوله کشی باز کنن. راستی قبل از اینکه کله بشه یه وعده‌ای به این شیخ فرید داد، گفت از امام رضا سیلی میخوری، شاید میخواد بره سیلیه رو نقد کنه. ولی متاسفانه رقیب ما برداشت از امام رضا علیه السلام و آستان قدس علیه من استفاده کرد و من یقین دارم این قضیه رو سیلی خواهد خورد.
یعنی از خود امام رضا سیلی خواهند خورد. آقای آبراهام خان دراکولا، اگه قرار باشه امام رضا تو صورت کسی سیلی بزنه، صورت خیلی‌ها رو باید تو این مملکت تاولی ببینیم. تازه این اول بزن شما هاست. تازه دعواتون سر بخور و قدرت شروع شده. ببین این جوجلات خط مقدمی چه گرد و خاکی میکنه واسه شیخ فری. تا حالا نداشتیم که شخصی در قدقواره رئیس جمهور بر لباس روحانی 150 دروغ رو در جلوی دوربین چشم تو چشم مردم بگه و بعد بگیم من چه گفتم، کجا گفتم. جزو ضایعات بزرگ انقلاب اصلا نباشید. جزو یک بدآموزی بسیار کریم و زشت. تکبیر جواب شما. تفکیر انراف کردیم ما را. مهمترین اونچه که در مورد امام می شود گفت چند نکته است که من عرض می کنم. امام به معنویت، به انسانیت، به بهشت، به خدا باور نداشت، قبول نداشت، مخ نداشت، دم داشت، سم داشت، یکی دوتا هر تو قم داشت. یکی از اون برات خود من بودم. همه این بزرقصوندنا و یقه پاره کردنا و ادا اطوارا واسه حفظ نظامه. اینو ما نمیگیم، ما خود حضرت آقا به نقل از امامشون گفتن. جهت را نشان میداد امام. فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است. اوجب واجبات؟ اوجب واجبات چی هسته؟ اوجب واجبات آخه یعنی چی هسته این اوجب واجبات؟ امام فرمودن حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، ولو از حفظ جان یک فرد بالاتر است، ولو اون فرد امام زمان باشد. یعنی امر دایر بشد بین حفظ جان امام زمان یا حفظ جمهوری اسلامی دولت اسلامی. امام میگه حفظ جمهوری اسلامی دولت اسلامی از حفظ جان امام زمان بالاتر است. چی؟ امام میگه حفظ جمهوری اسلامی دولت اسلامی از حفظ جان امام زمان بالاتر است. آقا من دیگه حرفی ندارم، یعنی اصلا نمیتونم وارد این وادیا بشم. اینا که با امام زمان همچین برنامه‌ای دارن، دیگه شما حساب ما و باقی 96% رو بکن. یا امام قریب. تو دل یه مزرعه یه کلاغ روسیا هوایی شده داره با بوسه امام بزار، اما هی فکر میکنه. داشتیم تو این سایت های عربی میگشتیم اینور اونور، خلاصه اهلا و سهلا اشلونک، یهو دیدیم تو سایت خبرگزاری قطر به نام قنا آقا تعریف و تمجید از جمهوری اسلامی و اینکه خیلی قدرتمنده و اله و بله و چی شد؟ قضیه چیه؟ بابا تو دیروز تو اجلاس ریاض بودی که چی شد حالا داری واسه عظما پپسی وا میکنی؟ هیچی. کاشف عمل اومد که کل این داستان جعلی بوده و هکرهای نظام زدن خبرگزاری قطر رو یاردان قلی میرزا کردن. خلاصه اینم از این. اما از اینا که بگذریم، وضعیت منطقه یه رقمای دو رقمی شده. حالا ما نکشه‌ای نداریم، اما وقتی خبر اومدن ترامپ به عربستان و رقص شمشیر رو 40 تا کشور عربی و بیانیه آخر و قرارداد 110 میلیارد دلاری و همه اینا رو که میچینی کنار هم، اون وقت یه چیزی به ذهن شما متبادر نمیشه؟ اینو گفتیم فقط جهت اطلاع. روزی فرعون وارد قصر شد. فضا سنگین و خوفناک بود. هیبت فرعون بر کل قصر سایه افکنده بود. همه حاضرین به سجده رفتند جز یک نفر. فرعون چشمهای خشمگین خود را در کاسه چرخاند و با برافروختگی فریاد کشید: این کیست که در مقابل عظمت مصر ایستاده است؟ نفسها در سینه حبس شده بود. هیچ کس حاضر نبود که پاسخ این سؤال دشوار را بدهد. یکی از مشاوران فرعون با صدایی لرزان سر به گوش فرعون نهاد و گفت: قربان، این فرد مجری رادیو پیکه، مدیر کانال رادیو پیک هم هست، جلوی گنده تر از تو هم سجده نکرده. فرعون گفت: ناموسن شرمنده، نشناختمت، واسهش نوشابه بیارین داداش، یکم آهنگای شاد برنامه‌تون رو بیشتر کنید.
گریزی به موضوع مطالبه و اینا زدیم، اما این مطالبه خودش موضوعیه ها، همه جا هم مطرحه، تو توییتر هم هست، از اینا که اولش یه چیز خرچنگ میزنن مثل 4 را میمونه، هشتگ اوشتگ خش ایچی، آره همون. البته اینجا هم باز یه نخودایی هستن که خودشونو تو هر آشی قاطی میکنن، اسم خودشون هم گذاشتن اصلاح طلب، که اگه کسی بخواد با منطق بد و بدتر اینا رفتار کنه تا ابد از بیان مطالباتش باید محروم باشه، چون همیشه یه لولوهایی هستن که در کمینن و مصلحت نیست که مطالبه داشته باشیم. درسته؟ از پاسخ میمانم. بعدم تا یه چیزی بگیم میگن ما به عقب بر نمیگردیم. نمیدونم، یعنی پسر هاشمی و نوه خمینی و ناطق نوری حرکت رو به جلو محسوب میشن. از پاسخ میمانم. البته بعضی سنگ پا هم هستن که از پاسخ نمیمانن. الان بعد از این داستان دستگیری اون خانم جوون که قصد ورود به استادیوم آزادی رو داشت، اگه بری از دولت مطالبه کنی که آقا چی شد، پس احتمالاً برمیگردن بهت میگن آقا استادیوم آزادی زمان شاه ساخته شده، در ید قدرت ما نیست. حالا اگه بری حقوق شهروندی تو مطالبه کنی، احتمالاً برمیگرده میگه این همه حق هست، حق شرکت تو راهپیمایی 22 بهمن، حق شرکت تو انتخابات، حق شرکت تو جنگ احتمالی، حق انصراف از یارانه و خلاصه بقیه حقوق. حالا ما میخوایم همین هشتگ مطالبه رو بیاریم تو رادیو پیک و از همه شما شنونده های عزیز بخوایم که مطالباتتون رو به صورت وایس برای ما بفرستید. میخوایم بهتر کنیم. بازم به یه لبخند دل بسته دلم، آواره ساده و بسته دلم، من خسته دلم از دست دلم، مجنون پریشون دیوونه دلم، هر جایی که میرم میمونه دلم، میخونه دلم، میخونه دلم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود توی این شهر قشنگ یه روزی هیچی نبود. دیوارامون گلی بود، تلفن هندلی بود، کارامون دلدلی بود، گازمون کپسولی بود، هر چی بود خوش بود دلا، بی خیال مشکلا. زیلوهامون شد قالی، همه چی دیجیتالی، حالا با اونور آب جوونا با آب و تاب شب و روز چت میکنند، یعنی صحبت میکنند. توی این بگو بخند عصر همراه و سمند، دل خوش سیری چند. تو کجایی سهراب؟ آب را گل کردند و چه با دل کردند، زخمها بر دل عاشق کردند، خون به چشمان شقایق کردند، در همین نزدیکی عشق را دار زدند، همه جا سایه دیوار زدند. گفته بودی قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این شهر غریب. قایقت جا دارد؟ خب دوستان، شما رو موج رادیو پیج باشید همچنان. الان این قایقه مثل که جا داشته، من رفع زحمت میکنم ازتون، شما وایساتون رو حتما بفرستید، مطالباتتون رو فراموش نکنید، اونا رو هم حتما بفرستید تا من این ساکماکا رو بذارم توی قایق. عرض کنم بهتون که پشمی به عمامه مقام عظما نمونده. ما همچنان هر هفته جمعه همین ساعت با شما هستیم و فینیش هم تمام. گوزن و سر نمی برن، میشکنن شاخشو میفرستن تو باغ. این روزا تاقو نمیریزن سرش، سر گلشونو میکوبن به تاق. آخر نمایشا عوض شده، همه نقشه همو بازی میکنن. اونایی که چشمشون به قدرت